فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و اگر خود نمیدانید از اهل علم بپرسید. با سوالهای امام ختم کرده دانشگاه مدینه منوره فاکولته حدیث ها سهراب جان عادلیان جواب میگویند. از یک تماشابین ما سوال آمده است، من عیناً میخونم. السلام علیکم. یک دوستی نمازخوانم گفت که یک برادر دارم سخت بیمار بود. بعد کدام مولای نامی برای برادرم گفت که یک گوسفند را کشته از دل گوسفند دمار سوزد. بعد در گردن کشال کرده از خودت دور نکن گفت و بعد گفت گوشتش را میتوانی خوری یا با آدمان تقسیم کنی. چنین گفت. بعد پدرش مسجد برده گوشت را تقسیم کرده است. بعد از همین کار کردنش برادرش شفا یافته است. من شما را بسیار گوش میکنم، الله جزای خیرتان دهد. من گفتم که این کاری کردگی پدرت شرک، یعنی که همون نفر با پدرش گفته است که این کاری کردگی تو شرک است. میگوید وای مولای نامی همه چیز میداند، اگر نمیکردند همین کار را نمیکردند برادرم میمرد. میگوید همین جوابش را میگفتید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ولی در حقیقت در این مسئله سه شرک است. شرک اول این است که سبب قرار دادن آن چیزی که الله سبحانه و تعالی آن را سبب قرار نداده است. در نزد شریعت دل گوسفند را همچون تومار همراهی خود گرفته گشتن سبب شفا نیست که الله سبحانه و تعالی این را شفا اعلان نکرده است و پیامبر صلی الله علیه و سلم این را شفا نگفتند. بنابراین این سببی هست که الله سبحانه و تعالی و پیامبر صلی الله علیه و سلم این را سبب اعلان نکردند و این چونین این از نگاه علم طب هم سبب شفا و سبب دوا نیست که یک انسان یک دل گوسفند را همراهی خودش گرفته گردد و این شفا یابد. بنابراین این شرک است. قاعده مقرر در نزد علمای توحید این است که کسی که یک چیزی را سبب قرار دهد که آن را الله تعالی سبب کونی یا سبب شرعی قرار نداده است، این شرک است. سبب دیگر که این شرک است آویختن تومار است. آویختن تومار این شرک است. در مسند امام احمد آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که 10 نفر به نزدشان آمد تا اینکه با پیامبر صلی الله علیه و سلم عهد و پیمان کنند، با 9 نفر آنها عهد و پیمان کردند، 1 نفر آنها را ترک کردند. گفتند یا رسول الله با 9 نفر عهد و پیمان کردید و 1 نفر را ترک کردید. گفتند که این علیه تمیمه، این تومار دارد. پس آن مرد تومار خود را کنده پرتافت. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم با او عهد و پیمان کردند و گفتند که من علق تمیمه فقط اشرک، کسی برگردن خود تومار آویزد در حقیقت تومار را به الله تعالی شریک آورده است. گفتند چون جلب کننده فایده ها و نعمت ها این الله سبحانه و تعالی هست و دور کننده بلاها و مشکلی ها این الله سبحانه و تعالی است، شفا دهنده این الله هست، درد دهنده الله هست و شفا هم از نزد الله سبحانه و تعالی هست. و میگویند این مولای نامی هست و همه چیز را میداند. این هم عباره غلط است، چون همه چیز را الله سبحانه و تعالی میداند و مولای نامی بودن دلالت به علم و تقوا نمی کند و شهرت داشتن یا وظیفه و منصب داشتن دلالت به علم و تقوا نمی کند. شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگویند که المنصب والولایت لا یجعل من لیس عالما مجتهدا عالما مجتهدا. منصب و وظیفه شخصی که عالم و مجتهد نیست او را عالم و مجتهد قرار نمی دهد. بنابراین مشهور بودن آن شخص و ملا بودن آن شخص دلالت به
راست بودن و صحیح بودن گفته او دلالت نمی‌کند، بلکه آن چیزی که آن توصیه‌ای که داده است واقعا توصیه شرکی است. اگر منظور از آن ملا، سحرگر یا جادوگر باشد، اون ذبح هم ذبح نادرست است، چون غالبا سحرگرها و جادوگرها برای دریافت رازگی جن به قربانی امر میکنند و آن قربانی هم قربانی نادرست است و آن ذبح نادرست است. اما مسئله اگر همین کار را نمی‌کردم وفات می‌کرد، این سخن هم سخنی غلط است، چون الله سبحانه و تعالی برای هر یک درد دوا نازل کرده است و ما وظیفه دار هستیم برای تبابت کردن، لیکن تبابت باید طبق شریعت باشد و موافق علم طب باشد، تبابت حلال باشد. و این چونین الله تعالی برای هر یک انسان اجل معین گذاشته است تا مادامی که آن اجل فرا نرسد کسی از این دنیا وفات نمی کند. والله تعالی اعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و اگر خود نمیدانید از اهل علم بپرسید. از این آیه چنین قاعده برمی آید که اگر انسان چیزی را از مسائل دینی نفهمد باید از عالمان ثابت قدم در علم بپرسد. تفسیر سعدی.